پاجوس گرفتن از قلمه های زامیفولیا دیگه یه آرزو نیست. همین الان کلیپو لایک کن و تا آخرشو ببین. 2 تا روش واسه تکثیر زامیفولیا بیشتر نداریم: تکثیر با برگ، تکثیر با ساقه. وقتی فقط با برگ تکثیرش میکنید هم قده ضعیفی بهتون میده و هم پاجوس ها حتما 2 برگی میشن. اما اگر کل ساقه رو تکثیر کنید هم قده های خیلی قوی بهتون میده و هم اولین پاجوس ها 4 تا 6 برگی هستن. برای تکثیر ساقه کافیه 1 تا 3 سانت از ساقه رو به ریشه باقی بذارید و مابقی ساقه رو کات بکنید. برای اینکه ساقه ها زودتر به ریشه و جوانه برسن میتونید از بسترهایی مثل ماسه بادی، پرلیت شکری یا حتی آب جوشیده سرد شده هم استفاده کنید. محیط نگهداری قلمه ها باید کم نور و خنک باشه. بعد از گذشت حداقل 70 روز تمامی ساقه ها هم قده تشکیل دادن و هم پر از ریشه شدن. از ساقه های زامیفولیاتون مثل یه نوزاد مراقبت کنید. ترکیب خاکی که کمپوست و پیتماس داشته باشه برای این قلمه ها عالیه. اگه این روش تکثیر زامیفولیا برات کاربردی بود یه قلب سبز کامنت کن.